سلام بیننده گرامی، اخبار آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 26 دکبر است. گزارش های برنامه در چند جمله. دادگاه ناحیه سامانی دوشنبه عبدالستار پیر محمد زاده روزنامه‌نگار شناخته را به 7 سال زندان محکوم کرد. دسترخوان سال نوی گرانتر می شود. ساکنان در سوق از بالاروی نرخ محصولات شکایت دارند. تاجران از نرخ کنجاره و نوری های مینرالی. دلار ما فرقش نیست. ما پلیس ها که سودا میکنیم. هم جدی خاشاکواری کنجاره و سویس و قیمت که همون. و سپس سیر خواهیم داشت به مقبره سلامت دایه عیسی مسیح که در کنار شهر بیت المقدس قرار دارد. در آنجا شهادت حضور زائرین و کتیبه ها هم کشف شد. این نوترین کشفیات حفریات شناسان در اسرائیل است. برنامه را با خبر آغاز میکنیم که تازه دسترسی ماش شد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه عبدالستار پیر محمد زاده ژورنالیست و بلاگری شناخته را برای 7 سال از آزادی محروم کرد. حکم دادگاه امروز 26 دکبر صادر شده است. عبدالکریم پیر محمد زاده برادر او در صحبت با رادیو آزادی حکم را سنگین خواند. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است. مرافعه نهایی پیر محمد زاده میرزانبی در دادگاه چگونه صورت گرفت و اطلاع در دست هست که خودش به این حکم چی واکنش کرد؟ سلام بینندگان. بله مومین، با مرافعه همسر و 4 کودک نابالغ عبدالستار پیر محمد زاده و خواهرش راه داده شدند. آنها حکم را سنگین و ناعادلانه میدونند، ولی هنوز تصمیم نگرفتند که از بالای آن به زینه بالایی دادگاه شکایت کنند یا نه. نزدیکانش گفتند که 4 کودک او از کمک و دستگیری پدر محروم شدند و زندگی سختی دارند. پیشتر پیر محمد زاده در دادگاه عیبنامه را بی اساس خوانده است و گفته است که به هیچ بند آن راضی نیست. خود او در یک مکتوبش به رادیو آزادی از پیش گفته بود که حکم او الکی پیش از بازداشت در دالان‌های حکومت صادر شده است. هفته پیش دادستانی از دادگاه خواسته بود که پیر محمد زاده را 7 سال از آزادی محروم کنند. سازمان‌های بین المللی بازداشت پیر محمد زاده را محکوم کرده بودند و از حکومت تاجیکستان خواسته بودند که او را آزاد نمایند، ولی طور دیده شد حرفی سازمان‌ها و فعالان جامعه در مورد این ژورنالیست و دیگر ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده شنیده نشد. میرزانبی در یک نامه که دسترس رادیوی آزادی شده بود، پیر محمد زاده از شدیداً شکنجه شدنش شکایت کرده بود. این شکایت او را مقامات بررسی کردند یا نه؟ بله مومن، پیر محمد زاده گفته بود که او را در بازداشتگاه کارمندان پلیس شهر وحدت آنقدر زدند و کوفتند و به بر ماندند که میخواست بمیرد. بعد نشر همین نامه مقامات گفتند شکنجه شدن پیر محمد زاده را میسنجند. در یک پاسخ به بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران، لطف‌الله زاده معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفته است که شکنجه شدن پیر محمد زاده را تحقیق دارند. معلوم نیست که نتیجه این تحقیق به کجا رسیده است. بر اساس قانون اگر شکنجه تحقیق میشد، پس باید عیب‌های مجبوراً بار شده بر سر او را بیکار میکردند، ولی طور دیدیم چنین حالت پیش نآمد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم نمودند. از جمله الفت خانم محمد شایوه به 21 سال، محمد سلطان روزنامه‌نگار و پلکومنیک امنیت به 7 سال، عبدالله غربتی به 7.5 سال، خوشام غلام به 8 سال، زفقبک سید امیری به 7 سال و دلیر امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران بلاگران را آزاد کند، ولی این طور نشد. تشکر همکارمان میرزانبی خالقزاد درباره حکم عبدالستار پیر محمد زاده که به مدت 7 سال از آزادی محروم شد گزارش داد. گزارشی از شمال تاجیکستان: تا جشن سال نو میلادی کمتر از 1 هفته باقی مانده است و ساکنان از حالا به تجلیل آن آمادگی می‌بینند. معمولا در عرفه عید و جشن‌ها نرخ محصولات نیازی مردم بالا می‌رود و این روند قبل از تجلیل سال نو نیز مشاهده می‌شود. ساکنان میگویند تاجران از وضع سوء استفاده می‌کنند
تاجران برعکس نظر دیگر دارند. همکارم فرزان محمدی به بازار پنجشنبه شهر خوجند رفت و این گزارش را آماده نمود. ساکنان زیاد خوجند و شهر و ناحیه‌های دیگری سوخت برای آراستن دسترخوان عیدانه‌شان اساساً از بازار معروف پنجشنبه محصولات می‌خرند. این بازار بزرگترین خوراکواری منطقه برای هر خریدار انواع گوناگون زیب دسترخوان را به فروش برآورده است. ولی خریداران را نرخ‌های آن به تشویش انداخته است. مثلا نرخ کارتوشک 3 سوم بود، از این مثال 4 سوم میشه. هم سوداگران میگن که مرد شود اگر نرخش میفروشد، کم شود نرخش میفروشد. بخش سبزوات فروشی این بازار سیرآدم و سودا گرم است، چون که ساکنان برای طعام و خورش‌های عیدانه اساساً سبزوات تر و تازه میگیرند. ولی فروشندگان و تاجران بازار پنجشنبه میگویند بلند شدن نرخ محصولات از آنها وابسته نیست. این حالت بیشتر به عامل‌های بیرونی دخل دارد. اکنون سوی سودا همین که مثال اگر سال کمتر آماده ماند این قیمت‌تر میشد. با سال مول بود که با بیشتر سیت ما نخواهیم مردم میشد. این حسابی همین نباشه. دهقانی خودمون به ملال میرسد. تا وقتش خودخوان میرسونیم دهقانی. مثال بعضی آدم میگوید که دلار برآمد و دلار فرآمد نه، دلار ما فرقش نه. ما پلیس همون که سودا میکنیم هم جهت خاشاکواری گنجاره‌ای و سرویس و قیمت که همون دوست همین نرخ حاضر حرکت میکنیم یک سه مونده بالاش به ارزان‌تر فروشیم. همه ساله در آستانه عیدها نرخ‌ها در بازارهای کشور بالا رفته و ناراضگی مشتریان را به میان می‌آورد. ولی باز هم با توجه به آنکه آراستن دسترخوان عیدانه به یک سنت اصلی مردم تبدیل شده است، ساکنان قبل از این گونه عیدها سرمایه اندوخته خود را برای تهیه این دسترخوان خرج می‌کنند. با این وجود خریداران امید به آن دارند که بعد تجلیل سال نو میلادی نرخ‌ها باز به اعتدال می‌آید و وضع در بازارها بهتر می‌شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در پاسخ به تلاش ناتو برای زیاد کردن نیروهای حربی در نزدیکی‌های مرزهای روسیه، مقامات روس به اصلاحات ارتش این کشور شروع کردند. پیشنهاد شده است که سین دعوت به خدمت در صف قواهای مسلح روسیه به تدریج بالا برده شود و دیگر جوانان سنی 21 تا 30 ساله را به خدمت دعوت کنند. مقامات با این راه می‌خواهند شمار سربازان را در ارتش بیشتر کنند. کارشناسان میگویند این تغییرات به وضع به این هم ناخوبی دموگرافی روسیه تأثیری بد خواهد داشت. سرانگیز نوروزشاه گزارش تهیه کرده است. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین، ولادیمیر پوتین شمار سربازان در ارتش روسیه را تا 137,000 نفر زیاد کرد. حالا حکومت این کشور نقشه دارد شمار سربازان را در ارتش به 1.5 میلیون نفر رساند. با خوشحالی به خدمت رفتم. به قسم حربی هوایی افتیدم و از این خوشحالم. در روسیه جوانانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی حربی دعوت می شوند، اما عملاً شماری کمی از جوانان زیر این سن به خدمت جلب می شوند. به دلیل تحصیل در مکتب‌های عالی و امتیازهای دیگری پیشنهاد شده، اکثر جوانان زیر سن 27 موقتاً از خدمت آزادند. گذشته از این سالهای اخیر شمار دعوت شونده ها به ارتش روسیه به طور چشمرس کم شده است. حالا طبق قانون به ارتش جوانان دعوت می شوند که در سالهای به اصطلاح در چاه دموگرافی قرار داشتن روسیه تولد شدند. در صورت قبول شدن پیشنهاد سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور، سن دعوت به ارتش بالا برده می شود و جوانان تا 30 ساله را به خدمت جلب می کنند. Хорошей, удачной вам службы, ребята. Это расчет на то, чтобы اینجا هدف فراگیری جوانان بیشتر به ارتش است. اگر سال آینده شمار سربازان را در ارتش بیشتر کنند، پس باید معیار دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح وسیع‌تر کرده شود. جوانانی که در سالهای 1995, 1994 و 1993 تولد شدند، سال 2023, 28, 29 و 30 ساله می شوند. آنها در دوره تولد شدند که روسیه در آغاز فروروی به چاه دموگرافی قرار داشت، یعنی در کشور کمشوی اهالی شروع شده بود.
таҳлилгарон мегӯянд, агар ҳоло ҳукумати Русия синни даъват ба хидматро боло барад, шумори даъватшавандаҳо ба артиш садҳо ҳазор нафар зиёд мешавад. бино ба нуфузшумории соли 2010 ва нишондодҳои минбаъда, агар шумори мардони аз 18 то 27 сола то оғози соли оянда 7.3 миллион бошанд, шумори ҷавонони 21 то 30 сола ба 7.6 миллион мерасад. фарқият 300,000 нафар аст. қисме аз ҷавонони зери синни 30 баъди оғози мобилизатсия ё сафарбарсозӣ ба артиш барои муддате кишварро тарк карданд, аммо гурӯҳе ҳам дубора баргаштанд ва имкон дорад онҳо акнун чун сарбоз ба хизмати ҳарбӣ даъват шаванд. мавсими баҳории даъват ба артиш дар Русия аз 1 апрел оғоз мешавад. агар пешниҳоди вазири дифоъ қабул шавад, ҷавонони болотар аз синни 27ро ҳам ба хидмат мебаранд. در روزهایی که پیروان دینی نصرانی عید میلاد مسیح را جشن میگیرند، حفریاتشناسان اسرائیلی مقبره سلومه را که طبق روایت ها دایه عیسی مسیح بوده است برای زیارت سیاحان باز نمودند. همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد. در عرفه تجلیل عید میلاد مسیح، حفریاتشناسان اسرائیلی غار را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلومه دایه عیسی مسیح نوزاد دفن شده است. این قبر همچون مکان مهم زیارت نصرانیان و یهودی ها ارزیابی می شود. نام این دایه در کتاب یعقوب چون فرد یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلومه با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. از این رو یک دستش از حرکت می ماند. ولی وقتی توبه کرده عیسی نوزاد را به دستش می گیرد، جراحتش شفا می یابد و او خطاب می کند که برای اسرائیل شاه بزرگ به دنیا آمد. حفریاتشناسان برای پاک نمودن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه عائله یهودی های نامدار زیارت نموده نقاشی های دیوارهایش را تماشا کند. در این مزار کتیبه ها به زبان عربی هم به چشم می خورد. ما کمش 40 سال پیش درباره این غار معلومات یافتیم. همه چیز زیر خاک بود. با برگزاری حفریات ما کشف کردیم که در حولی داخلی این غار و پیش از درآمدن به قبر یک حولی داخلی بزرگ جایگیر بوده است. شاید بزرگترین حولی داخلی در اسرائیل باشد. هنگام تحقیقات ما همچنان چندین چراغ روغنی پیدا کردیم. در آنجا شهادت حضور زائرین و کتیبه ها هم کشف شد. این نوترین کشفیات حفریات شناسان در اسرائیل است. واقعا در نزد مقبره چراغ‌های روغنی زیاد کشف شده است. به قول حفریاتشناسان اسرائیلی، زائرین نصرانی تا زمان فتح بیت المقدس از طرف مسلمانان به این غار آمده با چراغ‌های روشن در آن طاعت و عبادتشان را ادا می‌کردند. ما 10 چراغ روغنی پیدا کردیم که با گل و رستنی آرا داده شده است. زائرین چراغ‌ها را اجاره گرفته به داخل غار برای عبادت می رفتند. بعد نماز آنها چراغ‌ها را برمیگرداندند. مزار در 35 کیلومتری جنوب و غرب بیت المقدس جایگیر بوده در طول سالهای زیاد همچون مقبره سلومه یاد می شد. مولوی عبدالحق فرمانده امنیتی حکومت طالبان در بدخشان افغانستان بر اثر ترکیش کشته شده است. وزارت امور داخلی طالبان میگوید حادثه روز 26 دکبر در فیض‌آباد مرکز بدخشان روی داد. به اطلاع آنها 2 کس دیگر کشته و 2 نفر زخمی شدند. هویت آنها معلوم نیست. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان به بخش افغانستانی رادیو آزادی نوشت در پیوند بر رویداد 4 گمانبر دستگیر شده است. برنامه به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیو آزادی و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. شما هم اگر شاهد خبر و حادثه هستید که ما نمیدونیم، بر رقم های ما از طریق واتساپ و تلگرام تماس گیرید تا ما آن را پیگیری و نشر کنیم. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.